ببینیم سه برادر خوشت که با نفی کدامش میشه. اسمت توسطی اسپیچلی مستر برکت برادرش است. مستر برکت اسمت است. خیر ببینی پهلوان اسمت خدایی توسط ماشاءالله هر رقم اسمی که بخوای پدرت در خدمتت است. باز تحت کنترل پهلوان اسمت است. اسب رئیس فضل جان اکبرزاده مرکزی بدخشان است. توفر امروز با اوده گرفته مستحق یک نمره بیرق گل بادام توسط پهلوان اسمت خدایی به دست آورده. اسمت خدایی برادر توفه و جایزه رئیس اکبرزاده را والا اگر پهلوانش با قسم بالا ماشاءالله. این دو برادر با نفع کلامش باز تحت کنترل میگیره. دو برادر خوش است. باز تحت کنترل پهلوان شبان توسط گران است. شبان یا رئیس پهلوان نجم اشاره کرد که بیرق است. یک نمره بیرق و دو نمره داره علاوه توسط جرانی مسعود امانی با دست آورده که جایزش از طرف معمار فیض با دست میگیره. معمار فیض امروز پهلوان عبدالبصیری با باشور توسط قزل با دست آورده که اینه برادر و خلاقت دم داخلی همو اصلی هدف نپرتایا آقا بزی علامتا. خیر نفهم که از دوانه چی رقم است. یک نمره بیرقه ولی به دست آورده اما شرطیت زیاد بود باز ای دایره پری دوره بقوات هر کس که بگیره دوره بقوات بوده برادر. بس تحت کنترل پهلوان مصطفی نجمی نظامی است. مصطفی معاون فدراسیون بارستان است. ببینیم که حاجی صاحب عبدالبصیر رئیس فدراسیون بارستان چند تمی خرمانی حالی فعلا همه تا بسکشی میگن یک کمی وقت است مردم آمده خمارش میده شوه به خاطر خمار مردم شکستن باید یک بسکست تلفار پس تحت کنترل تلفار است. پهلوان وارث مرحوم حاجی صاحب زمان بای است. تلفار شبانم ببینیم که بنفی کنم پهلوان قوش را بده میکنه. پهلوان شبان رئیس فدراسیون هم دستش بند است ببینیم که بنفی کلامش تمام میشه. والا ماشاءالله اردو برادر ننگ کنه که باید ایزان پای پهلوان وارث باید بزر خطا بده. این موضوع فرقی نداره. پهلوان عبدالباری مستحق یک نمره بیرق و دو نمره دایره علاوه توسط ترقی خودش به دست آورده. حاجی صاحب فرزانجان را بگی که به خدا امروز بس تحت کنترل پهلوان مصطفی پهلوان نجیب نظامی است. معاون فدراسیون بارستان مصطفی اسب رئیس حاجی عبدالبصیر است. حاجی عبدالبصیر رئیس فدراسیون بارستان است. اسب رئیس فدراسیون اسب متی الله خان بوده ارزشش فرقی نمیکنه کاکا و برادرزاده است. باز تحت کنترل پهلوان اسمت است. اسب رئیس فضل جان اکبرزاده اسمت فرزنده حاجی صاحب عبدالبصیر باید چنگک کنه ببینیم که از دست اسمت میکنه یا خیر. باز تحت متی الله خان صمیم است.
مکان نماندید نمانید برادر والا آمد روی دایره است یک نمره بیرق و دو نمره دایره علالا پهلوان مصطفی فراق یک نمره بیرق یک نمره بیرق و دو نمره دایره علالا پهلوان نظر با امر رئیس فدراسیون دوره مقفات دوره بس تحت کنترل پهلوان جایون است سالم است پهلوان بصیر بابا آشور توسط مشکین مستحق دو نمره دایره علالا بدن ساورده جان یک بار داده دو تانه 2000 داره بس تحت کنترل پهلوان رامش است رامش نباکی 1000 داره برادر 1000 داره بس تحت کنترل پهلوان رامش بود که اینا را بگو چه مایسته دو تانه 2000 روپیه داره از طرف رئیس فاضل جان یک بار زاده پهلوان بیرق برای که بیرقی نشده هنوز هر کس که میره برا بذار باید تا پشت بیرق دور بیاره نمره نکنید که نمره نداره تانه آخیره آج داود به دست آورده بیار یا سیف جلیل بایی آج سیف داود جان مستحق یک نمره بیرق تانه اول است که والا روی دایره کامل باز تحت کنترل پهلوان عبدالباری است عبدالباری توسط ترک است یک تانه همی مانده خلاص است توفه میداد باز تحت کنترل پهلوان عبدالباری است خیر ببینید حلال است حلال است پهلوان عبدالباری تانه اخیره امروز و دست آورد توسط ترک است عبدالباری پهلوان تانه اخیره امروز به دست آورده تفرده شما را به خداوندی یگانه و مهربان می‌سپاریم بیا جایت بگی پهلوان جایت امروز تانه اخیره امروزه